چیزایی نیاز داری؟ صبر کن ببینم. از اینکه بخوای کار خودتو راه بندازی میترسی و فکر میکنی با وجود این همه رقیب توی بازار امکان نداره بتونی موفق بشی؟ جیسون فراید یک کارآفرینه و توی کتاب بازنگری سعی کرده توضیح بده که شروع یک کسب و کار نه کار سختیه، نه نیاز به رویا پردازی داره. فقط باید بلد باشی که چطور شروع کنی و جلو بری. پس این کتاب با ارزش رو از دست نده. شروع کردن یک کسب و کار ممکنه به نظر ترسناک بیاد. ولی اگه به اندازه کافی برنامه‌های تلویزیونی و ویدیوهای یوتیوب درباره شروع کسب و کار دیده باشی، احتمالاً گاهی با خودت فکر می‌کنی که دیگه وقتشه به عنوان یک کارآفرین وارد گود بشی. حس می‌کنی روی همه چیز باید ریسک کنی و وقتشه که ایلان ماسک بعدی باشی و یه شرکت چند میلیارد دلاری راه بندازی. اما جیسون فراید، نویسنده کتاب بازنگری و مؤسس شرکت نرم افزاری بیس کمپ، میگه که این مدل محتواها درباره کارآفرینی و شرکت‌های استارتاپی همشون چرت و پرتن. شروع یک کسب و کار نه چیز ترسناکیه، نه لازمه که برای شروعش تو خودتو به همه معرفی کنی یا بخوای که یه امپراتوری میلیارد دلاری راه بندازی. در واقع حتی اینکه بتونی یه بیزینس کوچیک که به عنوان مکمل درآمد اصلیت باشه رو هم شروع کنی، به همون اندازه فوق‌العاده است. یک کسب و کار کوچیک اما پربازده و با تداوم خودش یه موفقیت بزرگه. کتاب بازنگری یه نگاه جدید به کسب و کاره که نویسندش یعنی جیسون فراید و تیمش توی شرکت بیس کمپ برای بیشتر از 20 سال مورد استفاده قرار دادن و حالا دارن به مخاطباشون پیشنهاد میدن. کتاب بازنگری رو قبل از هر نگاهی میشه توی یه جمله خلاصه کرد: با کمترین هزینه ممکن مشکلتو حل کن، بعد برو و مبارزه کن. این جمله شاید یکم گیج کننده به نظر بیاد. پس بریم ببینیم که هر بخش از اون چه معنایی داره. اول، مشکلتو حل کن. وقتی ویکفیلد برای ارکستر سمفونی شهر بوستون درامز می‌نواخت، از کیفیت چوبای درامزی که ازشون استفاده می‌کرد حسابی شاکی شده بود. هیچ کدوم از اون دوتا چوبا وزن یکسانی نداشتن یا حتی صدای یکسانی تولید نمی‌کردن. خب چی شد؟ اون رفت توی زیرزمین خونش و شروع کرد که چوب‌های درامز خودش رو بسازه. چوبای اون نه تنها هم وزن بودن، بلکه تون صدایی یکسانی هم ایجاد می‌کردن. فرد اسم اونا رو جفت ایدئال گذاشت. چند سال بعد اون 62% از کل سهام بازار چوبای درامز رو در اختیار خودش داشت. وقتی که بیل بارمن تو دانشگاه اورگان مربی 2 بود، برای دانشجوهاش دنبال کفشای ورزشی سبکتر و با کیفیت تر میگشت که پیدا نمیشد. پس سراغ یک کارگاه کوچیک رفت و با ریختن مواد مخصوص پلاستیکی توی قالب فلزی ساخت کفشای خودش رو شروع کرد. چند سال بعد برند نایکی به دنیا اومد. جیسون فراید و تیمش توی بیس کمپ روی تولید نرم افزارهای مدیریت پروژه تمرکز دارن و هر کدوم از محصولات اونا نتیجه یه سوال ساده بود: آیا این چیزی هست که ما بهش نیاز داشته باشیم و بخوایم ازش استفاده کنیم؟ قبل از تأسیس بیس کمپ، جیسون و هم بنیانگذارانش جاهایی کار می‌کردن که مسئولیتشون مدیریت چندین پروژه بود و هیچ وقت نمیتونستن اپلیکیشن مناسبی برای این کار پیدا کنن. پس اپلیکیشن خودشون رو ساختن. فراید درباره همین موضوع میگه که نه نیاز به گروه‌های فکری بود، نه مطالعات بازار و نه هیچ واسطه‌ای. ما صرفاً احساس کردیم که دستمون درد میکنه و اونو با بانداش بستیم. اگه محصول یا سرویسی رو معرفی کنی که قراره یکی از مشکلات خودتو حل کنه، به سرعت میتونی متوجه بشی که به درد میخوره یا نه. جیسون میگه اگر تو یک کسب و کاری رو راه بندازی که قرار باشه مشکل یه نفر دیگر رو حل کنه، مثل این میمونه که دائما توی تاریکی شلیک کنی. اما وقتی مشکل خودتو بخوای حل کنی، چراغا روشن میشن و تو دقیقاً میدونی که جواب سوال چی باید باشه. حل کردن مشکل خودت به تو اجازه میده که سریعتر و مؤثرتر تصمیم بگیری. در طول مراحل اولیه راه اندازی یک کسب و کار، گرفتن تصمیمات همون فرایند پیشرفتن و هر کدوم از اونا مثل آجری توی بنایی نهایی میمونن. حالا ممکنه که فکر کنی برای حل مشکلت به منابع زیادی نیاز داری، اما واقعیت اینه که نه، چون به چیزهایی به مراتب کمتر از اونچه که فکر میکنی نیاز داری. وقتی که بیس کمپ داشت اولین نرم افزار خودش رو میساخت،
از کمترین بودجه ممکن استفاده کرد و در زمانی به مراتب کمتر از مدت پیش بینی شدهشون یه فضای کاری مشترک برای خودشون دست و پا کردن. اونا فقط یه دونه سرور خریدن تا برای لانچ نرم افزار برای چند ماه کافی باشه. اونا کسی رو برای پشتیبانی از مشتری‌ها استخدام نکردن و خودشون تک تک ایمیل‌های مشتری‌ها رو جواب دادن. البته اونا تا 30 روز بعد از رونمایی از نرم افزارشون مشتری نداشتن و از اونجایی که برنامه‌ریزیشون رو به صورت ماهانه جلو می‌بردن میتونستن تشخیص بدن که مهمترین مشکلاتشون برای حل کردن 30 روز آینده چی خواهد بود. چیزای زیادی هن که کارآفرینا فکر میکنن برای شروع کسب و کارشون به اونا نیاز دارن که میشه گفت بیشتر اونا رو میشه توی این دسته ها جا داد. خوبه که داشته باشیمشون یا باید داشته باشیمشون دیگه، اما هیچ کدوم اونا اگه نباشه نمیشه نیستن. مطمئناً این که در نقطه شروع کسب و کارت یه متخصص MBA داشته باشی خیلی عالیه، اما به این فکر کن که اگه به گوگل و یه سری منابع قابل اعتماد دسترسی داشته باشی که بتونی برای حل مشکلاتت روی اونا حساب کنی چطور؟ این خیلی فوق‌العاده است اگر بتونی از کار فعلیت استعفا بدی تا بتونی روی ایده‌هات کار کنی، اما به این فکر کن که اگه صبح 1 ساعت زودتر بیدار شی یا شب 1 ساعت دیرتر بخوابی چی؟ یا حتی وقتی بقیه مشغول دیدن تلویزیونن روی ایده‌هات کار کنی. این خیلی عالیه که یه سرمایه خارجی یا کلی اسکناس آماده برای کارت داشته باشی، اما اگه همه چیزو ارزون شروع کنی چی؟ مثلا از خونه کار کنی و آپارتمان تو به عنوان دفتر موقت کارت قرار بدی. یه فروشگاه آنلاین راه بندازی قبل از اینکه بری یه مغازه کنار خیابون باز کنی. وبسایت خودتو با یه نرم افزار ارزون قیمت بالا بیاری به جای اینکه یه کدنویس گرون قیمت استخدام کنی. و اینکه اینم خیلی شگفت انگیزه که یه بیزنس پلن داشته باشی. اما نظرت چیه که به جای نوشتن بیزینس پلن اون زمانو بذاری و مشکل فعلی تو حل کنی؟ یه محصول بسازی و به حداقل 10 نفر بفروشیش. کل نکته اینه که برای شروع یک کسب و کار به خیلی کمتر از اون چیزی که تصور می‌کنی نیاز داری. یه برگه کاغذ بردار و همین الان هر چیزی که فکر می‌کنی برای شروع یک کسب و کار موفق بهش نیاز داری رو روی اون بنویس. چه منابعی، چه تجهیزاتی، چه مهارت‌هایی. بعد به لیست دوباره نگاه کن و درباره هر آیتمش از خودت بپرس آیا برای شروع من واقعاً به این یکی نیاز دارم؟ آیا میتونم با کمتر هم شروع کنم؟ حالا که شروع کردی به حل کردن مشکلاتت، اونم با کمتر از اون چیزی که اول کار توی ذهنت داشتی، لازمه که از خودت بپرسی وقتی من مشکلاتمو حل کردم و راه حل خودمو ساختم، قرار کجای مارکت قرار بگیرم؟ جواب بخش دوم، یعنی آماده نبرد شو. کافی شاپی توی امریکا به نام دانکین دانتس خودش رو به عنوان یه ضد استارباکس معرفی میکنه. اونا تمام تلاششون رو میکنن تا بگن که چطور و تا چه حد ضد استارباکسن. اونا افتخار میکنن که برای سایز لیواناشون مثل استارباکس اسمای فانتزی نمیذارن. حتی یه وبسایت به نام dunkinbeatsstarbucks.com هم دارن که توی اون مشتری‌ها میتونن برای هم کارت تخفیفایی بفرستن که روش مثلا نوشته شده هیچ دوستی به دوست خودش اجازه نمیده که استارباکس بخوره. کمپانی آدی که یک کمپانی تولید ماشینای لوکسه خودش رو به عنوان یک شرکت ضد کمپانیای قدیمی‌تر ماشینای لوکس معرفی کرد و همیشه همه تلاشش رو میکنه تا برندایی مثل لکسوس و مرسدس رو مسخره کنه. توی یکی از تبلیغات اخیرش مردی رو نشون میده که با فروشنده ماشین درباره روندن یه ماشین با شیشه‌های ضد دید صحبت میکنه. فروشنده‌ها بهش میگن که مهمترین چیز اینه که از پشت شیشه هیچی قابل تشخیص نباشه و بهش یه ماشین رو پیشنهاد میدن. مرد سرشو پایین میاره و تصویر یه ماشین رو میبینه که یه لکسوسه و میگه بذار ببینم چی میشه. بعد سوار آدی خودش میشه و میره. دانکن دانتس و آدی از قصد با برندهای محبوب دیگه شروع به دعوا کردن تا خودشونو به عنوان آلترناتیوهای جدید مطرح کنن. جیسون فراید میگه اینکه ضد یه چیزی باشی یکی از راههای عالی برای اینه که خودتو تمایز بدی و برای خودت دنبال کننده جذب کنی. مردم عاشق دعوان. اونا توی دعوا جهتگیری میکنن. اینجا شاید به ذهنت بیاد که توی قسمت قبل گفتیم که باید بتونی با کمترین هزینه ممکن شروع کنی و خب اینجوری خیلی سخت میشه اگه بخوای با رقبای گردن کلفت در بیافتی.
جواب اینه که باید بتونی مسیر خودت رو رهبری کنی. یک کافی شاپ توی نیویورک هست که بهت 4 تا آپشن میده. قهوه داغ، قهوه سرد، اسپرسو و اسپرسو با شیر. این رویه مینیمالیست اونا برای خودش یه رویه ضد کافی شاپ‌های دیگه توی نیویورکه. پیشنهاد کمتر اما کیفیت بالاتر. قهوه‌های سرد اونا جزو بهترین قهوه‌هایی که ممکنه توی امریکا بخورید. استراتژی شما باید این باشه که ببینید جریان‌های غالب توی بازار دارن برای مشکلاتشون چه چیزی رو پیشنهاد میدن. بعد تصمیم بگیرید که چه چیزهایی رو میتونید به شکلی انجام بدید که بهترین باشه و چیزهای دیگر رو بذارید کنار. مثلا اگه میخواید توی یک کانال یوتیوب کتاب پیشنهاد بدید، میتونید کتاب‌های کمتری رو انتخاب کنید ولی با کیفیت بیشتری خلاصشون کنید. لازم نیست همه کتابو بگی، فقط کافیه پیام محوری اونو در کنار 3 یا 4 آیتم مهم بگی. وقتی انتخاب میکنی که پیشنهاداتو کمتر کنی، یعنی داری روی جزئیاتی تمرکز میکنی که قطعاً افرادی اونا رو دوست خواهند داشت. این کار سختیه، اما مطمئناً ارزش اصلی تو رو نشون میده که به راه حل تو شخصیت میبخشه و بهش اجازه میده که توی مارکت جدا از بقیه بایسته. در پایان، بعد از پیدا کردن یکی از مشکلات خودت که میخوای حلش کنی، سعی کن اول با کمترین هزینه ممکن اونو حل کنی و بعد جرأت اینو داشته باش که دعوا را بندازی و مسیرتو جلو ببری. اینجوری شانس بالایی خواهی داشت که یک کسب و کار سودده و در عین حال با تداوم داشته باشی که بهش افتخار کنی. این پیامیه که جیسون فراید توی کتاب بازنگری سعی داره به ما منتقل کنه. ممنون که ما رو برای شنیدن انتخاب